تا حالا به این فکر کردی که بتونی رکورد گینس رو بشکنی؟ تو فکرش باش، چون فقط یه ایرانیه که میتونه رکورد امروز رو بشکنه. رکورد امروز چیه؟ بزرگترین دماغ دنیا. محمد اوزیاک هرچند که یه سال پیش مرد، اما دماغش هنوز زنده است و کسی نتونسته تا امروز رکوردش رو بشکنه. محمد اوزیاک کیه؟ اون اصالتا ترکیه‌ای است و 8 سانت تا 80 میلیمتر هم دماغ داره. آره اندازه همونه. به گفته خودش تو جوانی مورد آزار و اذیت قرار میگرفته، اما بعدها فهمیده که این محبتی از طرف خداوند بوده. اما جالب اینجاست که حتی خود خدا هم گردنش نمیگیره و اون ادعا کرده که حس بویایی بهتری نسبت به من تو داره. و جالبه بدونی که تونسته یه بادکنک و فقط با دماغش باد کنه. یعنی اگه من و اون توی اتاق باشیم، در اتاق ببندی، من به علت کمبود اکسیژن تموم میکنم. فکر کنم دلیلش هم همین بوده که تو 73 سالگی مرده. این بود ویدیوی امروز، هرچند کوتاه اما برای معرفی کانال کافی بود. 3 روز دیگه منتظرم باشید. شرط می‌بندم که نمیتونید حدس بزنید ویدیوی بعدی قراره چه ویدیویی باشه. یه راهنمایی میکنم. موضوع ویدیوی بعدی داخل چنل آرت هست. اگه فهمیدی حتما داخل کامنت ها بگو.